الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از نشانه های منافقین در قرآن کریم امروز 13مین نشانه این خوشحالی بر مصیبت ایمانداران و دلتنگی در شادی آنها. این صفت منافقان است که به مصیبت مسلمان خوشحالی میکنند. وقتی که به مسلمان خرسندی می آید آنها دلتنگ می شوند. این صفت آنها را خداوند در قرآن ذکر کرده می گوید این تصیبک حسنة تسؤهم و این تصیبک مصیبت یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل و یتولوا وهم فرحون. سوره توبه. اگر به تو ای محمد نیکی برسد آنها را ناراحت میکند و اگر به تو و به دیگر یاران تو مصیبت رسد میگویند ما پیش از این چاره خود شادان باز میگردیم. برادران و خواهران، اگر به منافقان خبر شود که مسلمان دوچار بلا مصیبت شده است در حال شروع به پهن کردن می شوند، زیرا آنها دلهایشان سیاه است، به زودی این خبر را پهن می کنند. اما وقتی که مسلمان به یک خوشحالی به یک خوشنودی روبرو می شود منافقان غمگین می شوند که ببینید مسلمان ها نصرت یافته سازند. برادران و خواهران، هر یکی ما دلهایمان را از نفاق پاک گردانیم. وقتی که به انسان مصیبت می رسد همراه او باید ما مصیبت را قبول کنیم. وقتی که آن غمگین می شود مسلمان ما هم باید غمگین بشویم. بدانید که اگر هم با غمگینی برادرتان شما غمگین هستید شما مؤمنی حقیقی هستید. اگر به غمگینی برادرتان شما غمگین نشوید بدانید که دل شما به نفاق میل دارد. از الله سبحانه و تعالی میپرسم که دل هر یکی ما را مؤمن حقیقی گرداند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.